وقتی از یک بیلیونر 60 ساله پرسیدن که چطوری بیلیونر شدی، گفت قانون شماره 1: اگه از یک خانواده ثروتمند نیومدی، یک خانواده ثروتمند باید از تو به وجود بیاد. قانون شماره 2: تو هیچ وقت توسط کسی که ازت بیشتر کار میکنه انتقاد نمیشی، شما فقط توسط کسی که از شما کمتر کار میکنه انتقاد میشید. قانون شماره 3: برنده همون بازنده‌ای هستش که یک بار دیگه امتحان کرده. قانون شماره 4: مردم واقعا عصبانی میشن وقتی که اجازه نمیدی ازت استفاده کنن. قانون شماره 5: هیچ وقت دستاوردها تو به اشتراک نذار، چیزای احمقانه و جوک پست کن فقط تا فکر کنن تو هیچ آینده‌ای نداری. مردم از پیشرفت متنفرن. قانون شماره 6: وقتی تنبل شدی، این بی احترامی هستش به کسایی که باورت داشتن. قانون شماره 7: 6 ماه سخت کوشی، تداوم، تمرکز و نظم زندگیت رو برای همیشه تغییر میده. لایکی